این ویدیو مخصوص عروس خانمای خاص پسنده تا دیگه برای مراسماشون فرنچ ساده و آمبره نزنن. من اسمشو گذاشتم فلاور فرنچ که میخوام نحوه اجراشو بهت یاد بدم. پس اول لایک کن و تا آخر ویدیو با من همراه باش. به دیزاین گل خشک نیاز داریم که من از رنگ روشن استفاده کردم. برای اینکه گلبرگ‌های سفید داشته باشیم مقداریشو با ایربراش رنگ کردم. قالبم رو طبق آموزش‌های قبل سایز میکنم و محدوده‌ای که قرار فرنچ داشته باشم رو روی قالب علامت میزنم و در آخر قد ناخن رو انتخاب میکنم. حالا روی خط ایجاد شده به صورت هلال یک لایه نازک بیس میزنم و روی خیسی بیس شروع به چیدن گلبرگ ها میکنم. 5 ثانیه یووی میگیرم، بیسم رو مجدد شارژ میکنم. حالا از چوب های خشک برای طبیعی تر کردن کار و ورق طلا و پولک برای جلوه بیشتر فرنچ استفاده میکنم. در آخر با بیلدر دلخواه داخل قالب رو پر کن و روی صدف نصب کن. اگر هم توی نصب قالب یا انتخاب سایز قالب چالش داری، کلمه چالش رو کامنت کن تا تمام جزئیات مهمش رو بهت بگم. راستی اگر این دیزاین دوست داشتی بفرست برای ناخونکارت. قصد جانم میکنی بگو چرا چی